کریس کلمه ورمانت کدام زبان گفته شدگی؟ ورمانت کلمه فرانسوزی از ور یعنی سبز و مان یعنی کوه. ورمانت یعنی کوهی سبز. اوه تو پتوخری. Assalam dostani aziz and welcome to 50 Weeks 50 States. This week we'll be talking about the great state of Vermont. درباره ورمانت زه میداند. It's the second least populated state. That is correct. پایتختی ورمانت کجا؟ برلینگتون نه. پایتختی ورمانت مونپلیر است. کدام افکار ورمانت مشهور است؟ میپل سیرپ، چون که 60% میپل سیرپ آمریکا در ورمانت تهیه کرده می شود. خیلی خوب. شعاری ولایتی ورمانت رو میداند می؟ Yes. زه میشد. It's freedom and unity. تو پتوخری.